با سلام. طبق درخواست خیلی از دوستان که تازه میخوان با آلتیوم شروع به کار بکنن، میخوام نحوه نصب نرم افزار رو هم به صورت کامل در یک ویدیو کوتاه خدمتتون آموزش بدم. دقت کنید، من ورژنی که نصب اون رو آموزش میدم ورژن 16 نرم افزار هست که خب ورژنیه که هیچ مورد خاصی فعلا مشاهده نکردم ازش و تمام آموزش هایی هم که در وبسایت قرار داره بر مبنای همین ورژن هستش. من قبلا اون رو از سایت سافت 98 دانلود کردم و اینجا اکسترکت کردم. روی فایل اکزیم کلیک میکنم. خب اینجا از من میخواد که شروع به نصب بکنم. نکست رو میزنم. اینجا قوانین رو اکسپت میکنم. زبان انگلیسی رو انتخاب کردم. ببینید در این گزینه از شما میخواد که چیا رو مد نظرتون هست، چه امکاناتی رو میخوان اینجا انتخاب میکنید. حالا از هر قسمتی هر چی خواستین. هدف ما آموزش طراحی پی سی بی. خب پی سی بی دیزاین که جزو مهمترین هاش هست و خب کاربرد اصلیش اینجا خودش تیک خورده و شما نمیتونید در اون تغییری ایجاد بکنید، ولی خب بقیه بخش ها رو میتونید به سلیقه خودتون هرچی مد نظرتون بود انتخاب کنید. دقت کنید وقتی قسمتی رو تیک میزنین حجم فایل اینجا تغییر میکنه و باید دقت کنید که این حجم رو در این فضای خالی رو در این قسمت توی سایت توی هاردتون داشته باشین تا بتونه نرم افزار نصب بشه. در این قسمت نکست رو میزنم مجددا. در اینجا از من دو تا پوشه خواسته، دو تا آدرس خواسته، یکی مربوط به آدرس نصب نرم افزاره و یکی هم مربوط به آدرس مسیر دیفالت ذخیره پروژه ها و خب کتابخونه های دو تا از کتابخونه های مشهور خود آلتیوم هست. خب اینا رو من بدون تغییر میذارم. نکست رو میزنم. آماده نصب. با زدن نکست شروع به نصب میکنه. بعد از طی کردن این مراحل نرم افزار کاملا نصب شده و صرفا میمونه لایسنس اون که خدمتتون آموزش میدم بعد از نصب کاملش. خب نرم افزار کامل نصب شد. حالا در این قسمت آخر اگر این تیکش باشه، بعد اینکه فینیش رو زدین نرم افزار اتوماتیک اجرا میشه. اگرم نباشه نرم افزار اجرا نخواهد شد. میذارم تیکش بمونه، فینیش رو میزنم. میبینید که نرم افزار ران شد. صبر میکنیم تا نرم افزار بالا بیاد و نحوه لایسنس اون رو هم خدمتون عرض بکنم. ببینید وقتی نرم افزار بالا میاد یه پیغام اینجا ظاهر میشه که مربوط به پورت پارالله. من رو نمیخوام دیگه ظاهر بشه، پس دونت شو رو میزنم و اوکی. خب بخش هوم من، خب ببینید این تیک رو، این قسمت رو، گزینه آخر رو انتخاب میکنیم مربوط به کمک در بهبود نرم افزاره. حالا من این رو نمیخوایم، اوکی رو میزنیم. اینجا پیج هایی که هست که باز شده اینا رو هم من ضربشون رو میزنم، میبندم اونا رو. تو قسمت اکانتتون اگر دقت کنید نوشته شده available license. اینجا یه دونه پیغام خطا داده، میگه که لایسنس درست یا معتبر وارد نشده. شما باید یک لایسنس رو به نرم افزار وارد بکنید تا بتونید از اون استفاده کنید. در همینجا قسمتی رو مشاهده میکنید به اسم add standalone license file. خب من این رو میزنم، میرم به قسمتی که همون پوشه‌ای که اکسترکت کردم روی دسکتاپ. یه دونه پوشه دارم به همین اسم لایسنس، اون رو انتخاب میکنم و یکی از لایسنس ها رو سلکت میکنم. میبینید که لایسنس من وارد شد. تاریخ اعتبارش تا 2025 زده شده. نرم افزار آماده استفاده است. میبینید که اون وارنینگ حذف شده، تموم شده و الان بدون مشکل میتونید از نرم افزار استفاده بکنید. حالا من یک پروژه رو ایجاد میکنم. خب یه دونه پروژه پی سی بی، اون رو میخوام روی دسکتاپ ذخیره بکنم. خب اوکی رو میزنم. پروژه ایجاد شد. من قسمت شماتیک رو به اون اضافه کردم، ذخیره میکنم. خب این رو هم همین قسمت در همین مسیر پروژه سیو میکنم. خب میبینید که نرم افزار بدون هیچ مشکلی فایل رو اینجا آورده و پروژه رو ذخیره کرده. هیچ مشکلی نداره، میتونید استفاده بکنید. امیدوارم آموزش مفید بوده باشه و براتون آرزوی موفقیت دارم.